زنها در همه جا مثلا شرکت ها به زنها کار کرده است در ترالیبوس ها به راننده ها زنها کار کرده افسوس حاضر زنها در هر خیل ساحه کار کرده است ولی زنها با مشاهده شما برابر مردها ممکن از مردها زیادتر همین زنها کار کنند هم خانه به کار براشن هم فرزند هم رفته کار کرده میبینن حرکتی مثال مرد با دیگرایو لیکن خیلی نه هر اویلا مرد دارد زن مجبور می شود که زندگی را پیش برد خیلی بیزنس میکند شب روز کار میکند دو سه جا کار میکند زندگیش پیش میبرد این مجبور بعداً تا کجا خود زنها مثلا خواهش کار کردن دارند چون که در بسیار عائله ها زنهای زیادی هستند که میخوان کار کنند اما با سبب عامل های گوناگون نمیتونند مثلا به کار بروند یا برعکس در بعضی عائله ها زنهایی که هستند دیپلم دارند اما شاید خواهش کار کردن ندارند همه شرایط جمعی هستند خواهش باشد همه کار کرده میتوند دیپلم دارش هم دیپلم نداشتگیش هم همه آدم میتوند که کار کند даже با دیپلم خودش هم نه دیگر جای هم میتوند که کار کند خیلی این فقط خواهش در کار بعد خیلی زندگی هم مجبور میکند آدم رفته کار میکند زندگیش باید برد نه هر کس یاردم دارد نه هر کس خشت بارش میتوند یاردم کند правильно آدم مجبور میشود که رفته نون اوش یافته زندگیش پیش برد Ну, конечно же, это магазины. البته آنها در مغازه و دوزندگی ها و به حیث معلمه و دکتر کار میکنند. بیشتر زنهایی که کارگرند به نظر من در این سمت هستند. وقتی دختر یگام دانشگاه را ختم کرد و صاحب معلومات عالی شود، بعد ختم فوراً به شوهر داده می شود. در اول نزدیکان داماد می گویند که خواند کار کند اجازه می دهیم، اما بعداً سناریو دیگر می شود. برای مادرش خدمتگار می گیرد و اجازه کار نمی دهند. اگر این طور بود چرا این دختر بیچاره خواند و مبلغ تحصیل را داد؟ И родители платили за учебу.